شام یکشنبه 8 اکتبر در بازار مساله ساختمانی با نام سیندیک واقع در شهر مسکو سوختار بزرگی به وقوع پیوست. به قول شاهدان سوختار یکباره در چند گوشه این بازار شروع شد. خدمات نجات و سوختار خاموشکنی میگویند که 3000 نفر را از بازار به مکان امن انتقال دادند. به قول آنها مساحت سوختار 55,000 متر مکعب را تشکیل داد. بخشی از بام بازار فرو ریخته است و چرخبال ها از بالا به داخل بازار آب می پاشیدند.